гард ҷонваргард. مدیری تندرستی سلامت باشند. هر چی که از دستش میآید میکند. با زحل خانم نیز در خصوصی در نزد مکتبمون بینای بیمارخانه رو ساختن مصلحت کردیم. خدا را شکر بعد از این مثل آدم زندگی کردن میتوانیم. نه خدا خیلی خوب شد. بخیر است خیریه که خاموش موندید. اویلم را وقتی حامله‌داریش به بیمارخانه بردن از دست دادم. از خداوند میخوام که این روز را به دیگر کس نشان ندهد. مرحمت چای ها. یاری دل. یاشارامک چی گپ شد؟ نشدو با فکرم میشد یوسف. یزنه آب تا امروز یزنه هم رو هیچ خیلی ندیده بودم. برای ساکنه بسیار زیق شد. اوچا چی شد جیمو؟ ساکنه رو در نزد در دیدن. میگوین که او خودش رو میپرتد. اوچا چی؟ وای خدا، او رو تنها شما برگردونده میتوانید. زود رفته یگان کار کنید. شکریه دخترک خودش را میکشد. چی میدونه چقدر عذاب کشیده است که حتی با جان خود رحم نمیکند. ساکنه با شما چی گندهی کرد اوچا؟ او این خل شدنش رو میدونید مگر؟ خیر چی شدید؟ دختر رو از مرگ نجات دهید. اگر نبیایید دیگر پسر دارم نگویید. شکریه جیمو شکریه گناهی من است البته، اما مرده ساکنه این را تازه نمی کند و گردن همه همان گناهی کلان بار می شود. بیا مان این یک رویت را. خاله، ساکنه انتظار است که شما او را قبول کنید. معلوم است که حیاتش از این وابسته است. سببگاری مرگ او شدن شما را مگر کمتر ضیق میکند؟ با من هر چی که گویی چی جزای را سزاوار دانی راضیم. اگر خواهی گیر پران، نخواهی گپ زن، از اینجا میروم. لیکن مرده ساکنه را به من نشان نده. انشالله در اینجاست. دیگر جایی ندیدگی ما نماند. هیچ خبر نداده این کار رو نمی کند. یوسف در خانه یوسف. آرام شو مریم، انشالله میابیم. رفتیم ساکنه خواهش میکنم اینجا بیا. تمام ساکنه دستت رو ده به من. نبیاید به نزدم، نبیاید میگویم. تمام دوریست جیمو. تمام من ساکنه. دیگر چیزش شنیدن نمیخواهم. ساکنه نکن این کار را. نبیا جیمو، نبیا میگویم. ساکنه گوش کن. بین پدر و مادرم هم آمدن. با تو گفتن نیاز دارم. التماس گوش کن ساکنه. التماس گوش کن ساکنه. شما میگفت اگه تو رو با من گفته. ساکنه خواهش میکنم. ساکنه یگو چیز گپ زدید خلاص برای خدا. التماس ساکنه نکن این کار رو. ساکنه جون گوش کن مرا. قربانت شام گوش کن. ساکنه نکن این کار رو. دروغ میگویید. برای مرا برگردانیدن دروغ گفته ایستادید. ساکنه دخترم بیا دیوانگی رو مون. اینجا بیا و خانه همون رویم. شنیدی ساکنه؟ ما آمدیم که تو را با آغوش گیریم. تو هم ما را بباش. کن اینجا بیا. دروغ میگویید. مرا شما دروغ میگویید. برای مرا برگردانیدن دروغ گفته ایستادید.
برادر. ساکینه ساکینه التماس. دروغ نیست ساکینه. ساکینه ایستا بگویم. از این پس تو را دختری خودم میشمارم. التماس و من باور کن التماس. کنی اینجا بیا. ساکینه بیا. این کار را نکن. ساکینه دست رو دراز کن. از این عذاب خلاص میشی. التماس بیا ساکینه. کنی اینجا بیا. بیا ساکینه. این کارو نکن ساکینه. ساکینه تمام. بیا ساکینه بخونه روی. ساکینه تمام. همش خوب میشود ساکینه. همش خوب. سردی هک مرا لطفا خاله. در رو کشید. التماس کشید لطفا خاله. التماس. نمیتوانم عمر. بیاد بعد مرا چیکار میکند؟ صبر کن خودش میبرد. لطفا خاله التماس در رو کشید. دستی مادرم میروم. حضر این چه درده بود که به سرم آمدی؟ امیر با عمر بسیار بازی میکردید. او را ندیدی؟ ببخشید آقا، کودک نمیداند. میلش هیچ گپ نی. نغز مانید. مریم خوب هستی؟ اگر با عمر یگان چیز شود. مریم با عمر هیچ چیز نمی شود. فهمیدی؟ خود را به دست گیر. مریم اپا بخیر است؟ خوب استید؟ عمر گم شد یوسف. عمرم گم شد؟ جای ندیدگی ما نمان. از سحر باز نیست. خدای توبه به کجا می‌بردن؟ آچم را، میدان را، جوره هایش را، خواجگی را هم دیدم یوسف. همه دیه را گشتم اما نیست. با من بیایید. درا ساکینه. این خانه تو است. ساکینه تو اکنون دختر این خاندان هستی. بیا. ساکینه جای شرمداری نیست دخترم. دختر جانم. شکریه خاله. شکریه خاله. بس سکنون گیره ساکینه. بیا رفتیم. بیا. درو. بیا. درو. بیا بچم. کنی بچم پوشین رو. بسیار که دیر موندی دیگر خوابت نمیبرم. من در خانه شب پوشک دارم. من به خانه رفتن میخواهم. بین نپوشی شکلات هم نیست. دانستم جانور شکلات خور. من از سببی تو رو دوست داشتنم چی ها میکنم. تو باشی قدری بیت رو حالا هم نمیدونی. شاهی نبیره ها هستی. نوری چشم قراجانی هاست. نوری چشم.
جانکی من یک تو یکی بی بی جان. شما رو نمیخواهم. فشار چند بارد مرو. با پدرت رفته ای در 2 ساله یک رو. لطفیه خاله در آکشوی. دادم اومد. انا دادم اومد. دادم اومد. لطفیه خاله کشوی در را. هنی دهانت را پشتو. تو رفته در را خاله در را کشوی. اگر پرسن کسی نیست گویی پشت در را. با شما میگویم لطفیه خاله در را کشوی. با شما میگویم لطفیه خاله. اومرم کنی پسرم. کجا؟ دادا عمر پسرم. عمر بیا. پسرم. بابا من این سفر گناهی ندارم. چرا این کارو کردید ها؟ چرا کردید؟ این خیلی کار با شما میزبد. این چی گپ خودش؟ اینها عقل تو رو نغزکک شدند. حتی نبیره خودم رو نیز از من پنهان کردن میخوان. نمیبینی مگر قر خلیل؟ نمیبینی؟ آچه و بازی هایتان خاتمه دهید. شخص گناهکار در نزد شما منم. کلنو نبیرهتان را به این قوش نکنید. وای پسرم با من این گپ ها رو میگفته. قرگی تو نمانده است خلیل. قرجانیگیت نمانده است. آچه من قرجانی نه، قره نه، آدمی عادی شدن میخواهم. فهمید مرا؟ مادر بودن جان بودن است. جان گرفتن نیست. آخر این چه برحمی است؟ تو کاردار نشو مریم. شین در جویت. دمت را گیر شین. سرده مرا. گوش کن مرا. تو دادرم هستی. دادر نگو. دادرم باشی. مریم زنم است. هر دویتان از حد نگذرانید. گوش کنید آچه. بهتر از شما نه کلین و نه نبیرتان را بینید. حالا یگانه چاره همین است. تمام. رفتیم. می رویم. لطفیه خاله شما هم مادر هستید. این کردگیتان با شما هیچ نزیبید. اما ترس است میدونم. عقل را از سر گرفته میبرد. رفتیم مریم. اوف فاضل جامشویی کردن کجایی و تو کجا؟ دادا من آچم را بسیار یاد کردم. من به او نمیتوانم. و خدا بسیار دعا کنم برمیگردد. من همراهت هستم. فاضل تو را تنها نمیماند. هیچ نمیماند. شاید افسانه نقل کند. فاضل لباس میگیرد. فاضل تو را میپوشاند. زینب خوشرو، زینب خوشرو، خوشرو. بعد نزد اوچه میرویم. زینب خوشرو، خوشرو. در سایم چی؟ یاری میدیم. انا بی 2 کره 2 4 4 جمع 4 8 بله 16 کرد 16 انا نیافتید. خند تو خند حاضر من حساب میکنم. نگاه کن. از این پس با اصولی و سگ مبارزه میبریم. این چی منو داره دوچه؟ دیپلم گرفتم معلمی میکنیم. دیپلم لازم نیست عبدی. عقل من جواب 100 دیپلم رو میدهد. مادامی که این دیه خوبی رو نمیفهمد، ما نیز با زبانی میفهمیدگی آنها گپ میزنیم. شما چه میگوید دوچه؟ چه خوبی؟ خوبی هایی که میدانی آخر به دهانشان کمی اصل میمالیم. وقتی که آنها لبهایشان رو لیسیده میچینند ما همه آنها رو یک یک به دست میگیریم. نترسیدی همه خیلی بچم. بچه نمی ترسد.
کم ترک ترسیدم لیکن بسیار نه. میدونستم که شما میآیید. عمر باز کمتری دیگر بیارم بچم. گوش نموندگیستی در اونجا. یک قیامت شکلات آوردم در مکان، اما من یگان تاش رو نخوردم. من دیگر آنها را دیدن نمیخواهم دتا. دو در چادر شوم او را هم نشان ندهید، وگرنه او را هم میدوزم. مایلش همش گذشت خوب می شود. عبدی هرچی نباشد امکت است. هر یک انسان خطا می کند، بعد اصلاح می شود. نترس دیگر به تو گندگی نمی کند. کنی اکنون دست رویت رو شسته روز با جوگهت درو. مالش چه؟ خواب شیرین داده. خواب شیرین. خلیل بسیار می ترسم. رود و باز گندگی کردنی شوند چی؟ دلم هیچ آروم نیست. نمیدانم مریم. مادرم تنها بدی رو میبیند و روز به روز بدتر شده ایستادند. از ناعلاجی چیکار کردنشان رو نمیدانند. کار خیر ها خوبو. کدام کاری خیر رو میکنیم موچه؟ کمتر فکر کنیم چی؟ اگر یکم کس ما رو نشان ندید این کار رو چی خیلی میکنیم موچه؟ ها؟ بسم الله. اما یک کس هست. کیست تو؟ الیف. عبدی باز عقلت به دیگر طرف رفته ایستاده است. نه اوچه، دشمن را با سلاح خودش پرانیم. در تمام همین کارها در نظرش کی بود؟ الیف همین خینه؟ بله. مادامی که ما کار خیر میکنیم آدمان خیرخواه را به خودمون کشیدن ملازم اوچه. بید اوچه، برای پرواز کنندن این فرشته خوبی به نزدش میرویم. ساکینه خوراک با تو معقول شد؟ باز کمتر اندازم دخترم. سلامت باشه شکریه خاله. کفایه. من یک چای مونم. من هم به شما یاری میدیم الیف اپا. مایلش. آروم باش ساکینه. ما همه خودیم در اینجا. تو چی خجالت میکشی؟ جیمو الیف اپا ناراحت میشوم. او رو هم چو اکا دیدن چی خیلی عادت میکنم نمیدونم. حالا هم شرم میدارم که برویش نگاه کنم. همش با مرور زمان نقض میشود ساکینه. کمی صبر کن. نویگری های حیات در پیش است. امروز با زحل خانم گپ زدم. با تو روبرو شده است. خیر، بعد چی شده است؟ الیف، چی فکر کردنت رو فهمیده ایستادم، اما با این خاتمه دهی خوب می شود. من چی کار کردم؟ زحل خانم آدم عزیز است. بعد همون بسیار فایده اش رسید. با او رفتاری بد کنی مرا هم میرنجانی. دانستم. زحل خانم چقدر عزیز بودنش رو فهمیدم یوسف. چنان عزیز بوده است که حتی تو مرا در بین مردم ازاله داده ایستاده ای. از این پس با دقت می شوم. خوش آمدی حسن. بیا از روحی دور اومدی. نفست رو روز کن. ببخشید بیبیانه دینه، از هیجان فراموش کردم. این پول شما. سر و سیمکی نداشت بچه‌م. این از با شما هدیه. زحمت کشیدی. حسنی بزرگ پسردار شده است. این حتی کم است. بچه‌م تو گذرشین.
من حضور آب میارم. ممکن است یک پیاله آب خنک نوشم؟ من حضور. خیر حسن بچه‌ام، کو قصه کن چی نمیگری ها؟ چی میشد بیبیانا؟ در ده ما یگان روز بی واقعه هست مگر؟ ساکینه هست کو دختر خواندی هزار؟ چی شده است بابا؟ خودش رو کشتنی شده است. بازور داشتنش. کیم چه خیلی مشکلی داشته است. شکر که زنده موند. بیبیانا؟ بابا تشکر برای آب. خیر تو بزدید. خوش اومدی. روی سفید بچم. مرحمت ازل خانم. الیف رو دیدنی بودم. با او گفتنی های دارم. الیف در خانه نیست؟ آدمی خوب را یاد کنیم یا آمده است. الیف با تو گپ زدن میخواستم دخترم. من و شما گفتنی ندارم. کاری خیر است دخترم، التماس. مانده های کار فاضل. سلامت باش. خوش آمدی یوسف، خوش آمدی. خوش باشی فاضل. چه خیل هستی؟ زینب چه خیل است؟ نغز زینب نغز. بیا خانه درایم. بیا یوسف بیا. زینب شیر میخورد. زینب درس یاد داری؟ دادم با من حساب رو یاد داد. اینها رو پدرت به تو یاد داد؟ او گفت من نوشتم. فاضل اینها رو به زینب تو یاد دادی؟ من فاضل معلم. بیا اینجا شین اینجا شین. شین اینجا. گیر زینب دوام ده. اما دفعه دیگر خودت تیار کن میلش. بیا شین. فاضل در 2 روز خانه پرداخت خانه شده است؟ نوده برا فاضل نوده برا. استغفرالله این خیلی نیو. معلوم است که با همه کار دستت نمیرسد. بین چی میگویم. با تو یکون فروش زن یابیم. چی گفتی ها؟ بین اکنون نگاه و بین زینب نیز به عهده تو مونده است. از طرف دیگر باشد کارهای خوجگی یکون کسی که برو بچینی خونه یاری میدهد. معلش انا را. بین دخترم، من دیگر نمیخواهم که در ده ناتینجی شود. پیر شده ایستادم. دیگر به جنگ و جنجال تاب آوردن نمیتوانم. چه خیلی که من میدونم در این ده همه جنگ ها از جانب قرجانی ها سر میزند. در این ده ناممون به گندگی برآمد است دخترم. نام که به گندگی برآید به خوبی نمینگرند. من اصلا کار یوسف را میپذیرم. نبین که دشمن بر این مینمایم، اما تو هم مرا فهم. بعد از دست دادن فرزند خردککش دلی مادر به آسانی آرام نمی شود. غضب انسان را برای خطا میبرد. گفتنیم که در این ده من هم کارهای خوب کردنیم. من هم مثل یوسف به دهگی ها یاری دادن میخواهم، اما از دستم نمی آید. افسوس که مثل تو یک دختری ندارم. پسر بچه ها باشند کمی سخت دل می شوند. خلیل هم عبدی هم همین خیل. اگر تو به من یاری دهی خوبی های در دل داشتم رو به همه نشان داده می توانم. نفهمیدم. الیف، میخواهم که در کارهای خیر به من یاری رسانی دخترم. تو در این خصوص میانه روی کرده میتوانی. شما کارهای خوب میکنید؟ همیشه؟ این جای تعجب ندارد.
به این دیه اصلا ما باید فایده رسانیم. خدا رو شکر امکانیتمون هست. به تو در اول هم گفتم که جنگ و جنجال خاتمه یابد. من با دیهگی ها آشتی شدن میخواهم. درستش همین نیست مگر؟ تو هم به این خوبی ها شریک شدن، حتی معمار این خوبی ها شدن نمیخواهی مگر؟ وای میخواهم البته، اما الیف من بسیار فکر کردم. این کار را بسیار کشاله کردن دیگر معنا ندارد. بیا یک جای شویم. من تیارم که در این راه تمام امکانیت های مادی و معنوی امان را به راه گذارم. من این را کمی فکر کنم. البته فکر کن دخترم، چه خیلی که خواهی. اما دان که بغیر از تو امکانیت هایم را به دیگر باوری کرده نمیتوانم. این کار را تنها با تو میکنیم الیف. ها؟ خدایا کمکم کن. خوش آمدید بیبی آنا. بخیر است؟ پسرم بعضی چیزها رو باید به تو بگویم. بیایید درون درویم. بخیر باشد بیبی آنا. هیچ خوب نمی نمایید. بچم مسئله حیات مموت است. تو باید به من یوری رسونی، وگرنه تنها از او دهش نمی برایم. و خیر است یوسف. خوش آمدید. بیبی آنا بسیار گپ‌های مهمی دارد عمک. مرحمت درآیید، گذرید. مرحمت. خوش آمدی. خوش باشید. پناهت به خدا دخترم. حضرت خانم، این گپ ها با شما هم دخل دارن. چی میگویی بیبی آنا؟ چی گپ علی چنگیز؟ چی بود از گپی میگفته گتم؟ گپ زنید، خواطر شدیم. این گپ ها رو در دلم دیگر پنهان داشته نمیتوانم. وجدانم عذاب میدهد. چی بوده است این میگفتگیت؟ گپ میزده باشی گپ زن، تا بیگاه شفشفی تو رو انتظار شده نمیتوانم. این به ساکینه دخل دارد. ساکینه؟ چی شده است به ساکینه؟ ساکینه دختری علی جنگیز نیست. چی؟ این چی معنا دارد دادا؟ تو چی ها میگویی بیبی کلان؟ دیروز بر این در خاطر دارم کودکم را با آغوشم داده بودی. مادرش بیوفایی کرد. خدا عمری او را به این کودک دهد.
کودکی تو با مادرش وفات کرده بود، علی جنگیز. باز دروغ گفتی. چرا کردی بیبی کلان؟ چرا؟ کردم اخی. جوان بودم، بیعقلی کردم، ترسیدم، آوازم رو نبرآوردم. پدرش مجبور کرد که سکینه رو به تو دهم. از کی ترسیدی بیبی آنا؟ پدر این دختر کیست؟ کیست پدری من بیبی آنا؟ کیست؟ باروچه رازشته باشد. عبدی گریز از راهم. برای چی؟ چی روی پدرت است مگر؟ این خیلی باشد روی من هم هست. دادرت رو چی زود از خاطر برآوردی؟ دیوانه شدی؟ دادره که جنش رو دزدیده است ها؟ باز از پس کدام شیطانی های؟ شیطانی به ما چه علاقه دارد؟ اکنون از پس کارهای خیر می‌دوی. گویا از شما کاری خیر می‌برآمده است. خیرت به خودت نمی‌رسد ابله. زودتر و خیروچه. گپ زنید بیبی آنا. حقیقت رو همه دانند. پدری سکینه رحمتی حشمت آقا. چی؟ تو چی گفتی؟ حشمت آقا بغیر از شما یک دوست داشته ای داشت. با معشوقه علی جنگیز در یک وقت حامله دار شدن. خواب دروغگوی. قسم که راستش رو میگویم حضرت خانم. یگانه روحی دخترم رو به خانه گرفتنم همین است گفته مجبور کرد. با من نگر. اگر جانت رو در همین جا نگرفتم خبچین دستت را گیر. کی با تو این دروغ ها را میگوید؟ کی؟ به همه چیز قسم میخورم که راست است. من هم به این بازی شریک بودم. سکینه دختری معشوقه حشمت است. من به تو باور نمیکنم. هرگز باور نمیکنم. حشمت رو مرا قرجانی ها را سیاه کردن نمیتوانی. تو من کسی سیاه کردنی نیستم. حقیقت چی باشد اون رو گفتم. باور کنید حضرت خانم. دروغ. باور نمیکنم به تو. گم شوید. باور نمیکنم. آنچه الیف قبول کرد؟ گم شو از پیشم عبدی. گم شو. آنچه چی گپ شد این خیل؟ آنچه چی گپ شد علی چنگیز؟ چی گفته؟ گپ زن. آنچه را دیوانه کردید. گپ زن گفتم. گپ زن. میفهمانم.
حشمت آقا بغیر از شما یک دوست داشته ای داشت. نمیتوانست. حشمت تو این کار رو کردی مگر؟ حشمت گبزن تو کردی؟ حشمت تو این کار رو کردی مگر؟ حشمت یعنی که من هم قراجونی بودم. اینقدر سالها در وی خونه، در نزد پدرم، در نزد اکاهایم. دخترم همه چیز رو برای آمد. حیات دوام دارد، صبر باید کنیم. خود را بیهوده زیغ میکنی ساکینه. به گذشته چاره ای نیست. زیغ نشو. منم از آن زیغ میشوم که سالهای زیاد در خانه پدری خودم جفا کشیدم. در خانه بگونه نه، در خانه پدرم. در خانه پدرت قراجانی ها برین می شدی. این خیر شدنش خیلی خوب است که مثل آنها نشدی. درستو، اما آدم بسیار غرافی می شود. الیفا میدونستم. نمیدونم ساکینه. میدونستم اما ساکینه خواهرم شده نمیتوانست. اوه خدا جان. خواهرم نبوده است. را تقو اویله دار بشم. اویله دار بشم. مبارک شود جما. در دستی ساکینه انگشترینی تیلایی جنگر 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 مبارک شده. تو بازی تقو در دستی ساکینم انگشترینی تیلایی. حلالت با جمعه. بله راست میگویی. سلام علیکم آقا. جمع تو در کجا میگردی؟ خیریت که تنها به یک رو سپردیه؟ چایخونچی شده میمونده؟ این تر باشد هجده ایستو. چای را دم کن. این بگاه همه چای ها بپول. این جمع خورسند ندیده بودیم. تنجی باشد جمع. یگان اید است امروز. هم اید است و هم تماشا. چی یکم گپ دارید؟ همه چای منوشند. ننوشیدگو را بزور منوشانیم. همراهی من بیو. اکنون فهمیده ایستادم بازی حشمت را. نو ساکینه را قبول کرده بودم. امک التماس ساکینه را زیغ نکنید. باز کمی در خانه اتون ماند. خوب و کی گفته او را به خانه راه دهم؟ همچون آدمی که با او خوبی میکنید. یوسف من تو رو میگفتم یوسف. برای فاضل یک فراجزن میگفتی کو؟ با فکرم یفتم. خرسان شدم. کی است؟ از کجاست؟ از ده اینجا زلیه نام یک بیوزن. بسیار زنی خوب. جای خوب هم نداشته است. سلامت باش دوستم. پگاه سحر در مد اول رفته گپ میزنم. میل شب بخیر. شامتون بخیر. شام بخیر. شب بخیر. سفسطه‌گویی نکن فهمیدی؟ آچه عبدی آمده یک دو چیز رو نقل کرد. اصل این حکایت چیست؟ بر شما میگویم آچه خواهرمان بودنش را باز چقدر پنهان میکردید؟ این خیلی نمیشود اکا. یک خدمتگار خونی قراجانی داشته نمیتواند. گپ زنید و خیر چه؟ درباره پدرتان یگان فکری بد نکنید. نامی وی حرامی را به دهانتان نگیرید. وی هیچ خیل خواهر پاهر نیست. خدایا توبه. در را هم خلف نکرده است. یگان واقعه شده باشد.
قدک چوی هم گرمکک تخم بریان هم گرمکک بیا بیا چوی ریزم چوی آب چای را نادرستم کرده دادا. این خیلی هم می شود مرا ببخش. مرحمت. خوجگی کلان نماید هم اما کارش بسیار نیست. فاضل هم یاری می دهد. کی گفتی دادر؟ ای راست نامش رو نگفتم که فاضل دیوانه فاضل میگویند. من یک بینم مشغول نیستند. صبح بخیر فاضل. صبح بخیر. خانه پیشتره برین ها؟ میدان جنگ کو؟ چرکین خانه فاضل چرکین. کمک زود رسید فاضل. با تو یک زنی کدبانو یافتیم. بیا کنی؟ فاضل این خانم زلیها اپا از دهه ینیجه. این کس فاضل؟ زلیها؟ شما یک دیگر رو میشناسید؟ ما؟ نه نمیشناسیم. مایلش من کارها رو فرمونم و اگر خواهید شروع کنید. فاضل تو چیزهای زلیها اپا رو از دستش گیر. مرحمت زلیها اپا. اینو وایش رو نمیدونم برادر. زمینی من است، باغی من است. کاری خرجانیو چی؟ این خیلی نگو حکمت، بر سرت بلا میاری. شیشته یک فکر کن. راست میگوید. سراستی من نشو. بخیر است برادران؟ خیر پر نیست یوسف. حکمت باغش رو شودگار کردنی میخواد، اما خرجانیو کسی رو به زمین راه نمیدین. قرض گفته از دستمون گرفتنیان. اما دیگه قرضدار نیستیم کو. تو با ساختمان نمیرفتی مگر حکمت؟ یا که پولش کم است؟ نیستی معاش ساختمان رو با زوال خانم جدا میکنم. چی خورم چی پوشم؟ جنگ و جنجال میبردارن. خدای من. زوال خانم کسی رو سراسیمه نمیکند. کمی صبر کرده. صبرم نموند یوسف. همش به یک سو زمینمون بیکار خوب رفته است. ما اینجا چوره میجوییم. من رفته باغم رو شودگار میکنم. چیکار کنم؟ خرجانی باشد خرجانی است. بس است. ایست حکمت. این تماما دیوانش دست یوسف. رفته آرامش کن. ایستو حکمت. حکمت یک جای رویم. یاری هم میرسد. خودت میدونی. فاضل در کجایی؟ تلخم رو میکفونی. نمیخواهم به یک طور موی ضرر رسد. باز چی شد؟
باز پدرت؟ بله. فاضل باری دیگر به نزد درم آید او را میکشم گفت. برای تو شدنم آدمی بایی روی افته است. مرا مجبور دارد. نترس زلیها. بغیر از من کسی تو رو نمیگیرد. غمگین نشه گلی دشتیم. هر جایی که تو هستی بهار است. این سردی ها هم میگذرد. صبر. باز هم کمی صبر. آه دخترم. فاضل مازل نیست. فراموش کنیم گدا را. خودی پگاه تو را توی میکنم. با عثمان توی میشویم. گپ تمام. خب دخترم گریه نکن. چشمانت را پاک کن. داماد می آید. گلی داشتیم. از این پس بیت و حیات به من حرام است. این عقل دیگر تاب نمی آرد. از کجا به کجا؟ به خیالم هم نمی اومد که تو به چنین حال می افتی. مرا نمی فهمی همین خیل نه؟ شاید مرا نمی شناسی همین خیل. از سرم بسیار چیزها گذشت فاضل. شخصی که مرا به او دادن عثمان در قماربازی همه چیزش را بای داد و مرا آورده پرداخته رفت. تو باشه آنگاه آیله دار فرزنددار شده بودی. زینب زیبا، زینب با عقل. تقدیر در نهایت مرا به زیر یک بام آورد. اما نه من زلیحه کهنه ام نه تو فاضلی پیشتره. من تو را بسیار یاد کردم سکینه. من هم تو را بسیار یاد کردم عمر. میبیم پیش بوزیچه ها میبرن گفتن تو فریب کردن مرا. سکینه تو مرا پیش بوزیچه ها میبری؟ البته میبرم عمر جان. راست میگوی؟ ها. کنی عمر تو بازیت رو دوام ده؟ مازشه چه؟ این کار دنیا رو بینید در تقدیر هم کلین و خواهر عروس بودن هم بوده است. نگویید اپا. بین همسرم گرنگ شده گشتم. گویا حزن مادر مرا در حال قبول کرده باشند. راست میگویی. اصلا قبول نمی کند. وای خلیل آقایم چی؟ یگون چی گفتند اپا؟ حتی مسئله رو نکشد ساکنه. تو حاضر این رو مانو با جم و اکا و خواهر نبودنتون معلوم شد. اکنون یگون چیز فکر میکنید همین طور نی؟ این به زینب، این به زینب، اینش با لی مامان آدم بر این خریداری کن که این دفعه چنان میزنم که یگون کس خلاص کردن نمیتونه. فهمیدی؟ آقام گم شو از اینجا. ابله گپ زن و خیر از یک دیوانه میترسی؟ حکمت یوسف رو به نزدش گرفته باغش رو شدگار میکند. ما پول کی با آنها اجازه داد ابله؟ هیچ کس آقام. آدم ها رو جمع کن سلاحایشان رو گرفته تیار شوند به باغ میرویم. تست دیوانه است. یگان چیز نمیفهمد. دیوانه تا شما از این دهه نروید. دیوانه رفت و راست باشه چی؟ انا میخیل برادر. ماشین آماده سازید. خانم در دستی ساکینم
چلای تیلا شنگل شنگل در دست ساکینم چلای تیلا شنگل جمع یک چای بیار. دینگل دینگل. جمع من به تو میگویم آی یک چای بیار آخر. در جای ازم قیزی خش بودم جمال امک. نه چله ها رو من انداختم کی امروز چای پای نیست. ساکینه من وای میگفتم وای ها با تو یه چیز رو نشون میدیم. ها میخیل با من رفتن نتوانی؟ خیر مایلش رفتیم. ماشینی در یک جای صدا چخل بالانش میکفیده است. چی تماما ماشین نمانده است؟ یک تاج در دستی خلیل آقام، دیگرش را از الخانوم گرفتند. مایلش را گردید. سلامت باش یوسف. قراجانیو خبر ندارم به فکرم وگرنه کیهو می اومدم به اینجا. ها معلم نفقه خور مکتب را موندی و بخلا جمع کنی آمدی؟ نامشگیر و گوشش کش. یا صبور. مشکلی نساز عبدی. ما که کارمون را کنیم. کارتان را در زمین من حل کرده نمیتوانید. با پرتوگاهی نادرست آمدی یوسف. تو چیا میگویی؟ این زمین من است عبدی. نمیدیم. همت را گیر. حکمت خوب هستی؟ عبدی آخرین بار با تو میگویم این زمین ها از آن دهاتی هایند. مشکلی نکرده رو. از روزی که تو به این ده آمدی کاری آسان به تو حرام است یوسف. گپی من بعد از من نه از این میل میبراید. Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör. Pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak. Pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.